در زمان حضرت موسی جوانی بود به نام کفل که بسیار ثروتمند بود. این کفل در گناه غرق بود، به طوری که هر شب دختر می آورد خانهش و باهاشون زنا می کرد. هر شب دختران متفاوت. یک شب از همین شبهای گناه‌آلود یک دختری را با 200,000 دینار آورد خونش که باهاش زنا کنه، ولی این دختر با بقیه دخترایی که آورده بود فرق می کرد، چرا که از همین اول دختر شروع کرد به گریه. کفل به دختر گفت چرا گریه می کنی؟ من به زور تو رو که نیاوردم، بهت 200,000 دینار دادم و با میل خودت آمدی. دختره گفت من آمدم چون فقیرم و از مجبوری آمدم تا این گناه را مرتکب بشم. کفل که این را شنید لرزه به اندامش افتاد. گفت پروردگارا، من با این ثروتی که به من دادی همیشه غرق گناه بودم، در حالی که این دختر تا آخرین لحظه ترس از گناه کردن داره ولی به خاطر فقر مجبور به گناه شده. بعد کفل به دختر گفت این پول رو بردار و برو. و وقتی دختر رفت کفل به نماز ایستاد و از الله خواست که گناهانش را ببخشد و الله گناهانش را بخشید و آنجا جان به جهان آفرین تسلیم کرد. و در خانه کفل کسی نبود و کسی نمیدانست که کفل وفات یافته. مردم شهرم که همه میدانستند کفل فرد گناهکاریه و طرف خونهش نمی رفتند، ولی الله خواست معجزه ای رخ بده تا بنده پاک شده اش از گناه با عزت تشییع جنازه بشه. و این اتفاق افتاد که بر سر در خانه کفل با نور نوشته شد که کفل را الله بخشیده است. و مردم شهر که این را دیدن رفتند داخل خانه کفل که دیدند فوت کرده است و او را با عزت تمام تشییع جنازه کردند. بله عزیزان، الله توبه پذیر و مهربان است. شما 1000 سال گناه کنی و یک بار بعد از گناهان توبه خالص کنی، الله میبخشند. هستند خواهران و برادران ما که در این گناه زنا هستند و میدونم اکثر به خاطر فقر و نداری هستش. انشاءالله الله همه مشکلات ما رو حل کنه و ما را به راه راست هدایت کند.